اگر کسی خواب دید که در سفر حج هست، حال حج نکرده است، نرسیده است، سفر حج دارد، چی تعبیر دارد؟ علمای تعبیر می‌فرمایند که کسی بیند که سفر حج دارد، اگر از وظیفه سبکدوشش کرده باشند دوباره صاحب وظیفه می‌شود. اگر مسافر باشد از سفر برمیگردد. این دوم تعبیر. سوم گفتند که در تجارتش بسیار فایده زیاد کسب میکند و به دست میارد. چهارم گفتند که اگر بیمار باشد شفا مییابد. پنجم فرمودند که اگر قرضدار باشد از قرض خلاص میشود. ششم گفتند که ان شاء الله الله تعالی نصیب حجش میگرداند. هفتم گفتند که اگر اون خوابین انسان گمراه باشد دلیل این است که الله تعالی اون را هدایت کرده است و هدایت مییابد.